خوش آمدین به کانال ارزنده. امروز همراه ناگتسی تیار میکنیم. محصولات برای ما به ما لازم است: گوشت مرغ، 2 تا تخم، نان خشکی ریزه کرده شده و کمی روغن برای سرخ کرده. خوب تیار میکنیم. اکنون 2 تا تخم را لط میزنیم. من اول گوشت مرغ را نمک کردم و اکنون اول با تخم میزنیم و بعد با نان خشک و بعد سرخ میکنیم. تماشابینان گرامی، خوراک ما یعنی ناگتس های ما هم تیار شد. شما نیز حتما تیار کنید. باوری دارم که به هر یکی شما این نمود خوراک پسند می آید. به همه شما اشتهای صاف، دل صاف، صحت و سلامتی خواهانم. خیر، تا دیدار آینده در پناه خدا باشید.